دوستان عزیز سلام. به یکی از زیباترین و اسرارآمیزترین گوشه‌های افغانستان خوش آمدید. اینجا نورستان است، سرزمینی میان کوههای بلند هندوکش، جایی که آفتاب با مهربانی بر چمنزارها میتابد و صدای رودخانه ها با نغمه پرندگان در هم میآمیزد. اینجا هر دره داستانی دارد و هر درخت نشانی از زندگی است. رودهای زلال از دل کوه‌ها جاری اند و دشت‌های سبز در آغوش ابرها آرام گرفته‌اند. در مسیرهای کوهستانی نورستان نسیم خنک و بوی خاک نمزده روح آدم را تازه می‌کند. مردمان این سرزمین ساده و مهمان نوازند، با فرهنگی که ریشه در تاریخ و طبیعت دارد. خانه‌های چوبیشان بر دامنه کوه‌ها ساخته شده و هنوز صدای زندگی در کوچه‌های سنگیشان جاری است. نورستان جایی است که زیبایی در سکوت معنا می‌گیرد. جایی که اگر یک بار ببینی برای همیشه در خلوت میماند. خیلی سپاس که تا این لحظه با ما بودید. اگر از این گونه ویدیوها لذت میبرید، ویدیوی ما را لایک کنید، چینل را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را نیز فشار بدهید و همچنان در قسمت کامنت ها برایم بنویسید که دوست دارید ویدیوی بعدی کدام کشور و یا کدام مناطق زیبا باشد.